اولوتان را نادیدم. انصاف علی هدایت هستم و با برنامه 70 مهندسی جهل مطالعه امروز رو آغاز میکنم. مثل روزهای گذشته میریم سراغ کتاب‌هایی قبلا دانلود کردیم، ببینیم که کدوم کتاب رو بخونیم. اینها کتابایی بودن که قبلا خوندیم. حالا دیروز کتاب سیاست رو خوندیم. همونطور که دیروز عرض کردم دوستان، به نظر من این کتاب سیاست بسیار بسیار مغتنم هستش که ما این رو بخونیم. حالا جالبه که من این رو خونده بودیم، منطق تیر نوایی الیازما. علم کلام رو فکر میکنم خوندیم، کلام. حالا از اینجا نمیدونم این سیاست نامه رو چجوری دیروز از کجا پیدا کردیم خوندیم، پس ما اینها رو هنوز نخوندیم. نگاهی کلی به کتاب بندازیم. بیچاره کتاب به چه بلایی گرفتار شده. کلا قسمت بالایی صفحه ها از بین رفته، ولی قسمت پایینی مونده. در نتیجه ما یه بخشی از این کتاب رو از دست دادیم. این کتاب دستخط اولیه است. همونطور که میبینید نویسنده اومده و کلماتی رو خط زده، یعنی فکر اول میخواسته بنویسه، بعد دیده که به درد اون چیزی که میخواد نیست، خط زده و دوباره رفته و یه چیز دیگری رو نوشته. این کتاب در اگر اشتباه نکنم حدود 30 صفحه است. حالا الان میبینیم که چند صفحه است. دستنویس قدیمی هست، معلومه که یه مقدار قدیمی هستش. حالا 1145 هم نوشته شده اینجا. وقد الفراغ من تحریره فی سنه فلان. حالا این به چه زبانی نوشته شده؟ اینم باید دید که به چه زبانی نوشته شده. ظاهراً یک کسی با یک خط دیگری بر این کتاب چیز کرده، حاشیه، تحشیه زده، حاشیه نوشته. ولی حالا ببینیم که چی به چی هست. یعنی خط بسیار متفاوتی هم هست، یعنی خط حاشیه، خط بسیار، اینجا هم حاشیه بوده نوشته شده بوده، این خط به این نزدیکه، یعنی خیلی شبیه این خط هستش. ولی حالا خوندن این کتاب یه مقدار سخته به خاطر اینکه این ادیت اولیه نویسنده بوده و خب خودش کتاب رو خیلی چیز کرده. از این کتاب احتمالاً دست نوشته باید باشه، یعنی ایشون حالا یا یه مرکزی این رو داده در اون زمان، این رو یه خوشخطی نوشته. البته خط خودش خیلی بد خوبه، یعنی میشه خوند خط خود نویسنده رو، ولی خب بذارید ببینیم اینجا. خب وقف هستش العتیق فی اسکودار. فکر میکنم دوباره همون شخصیت معروف اسکوداری هستش که امیر خواجه کمانکش اسکوداری، که این کتاب رو فکر میکنم وقف کرده باشه، برای اینکه اون یه سیستم خاصی داره در این بخش کتاب. البته اینجا مهرش هم هست، میشه از طریق مهرش هم این رو متوجه شد که چی هستش. بله، خواجه، حالا خیلی خونده نمیشه ولی از همینجا معلومه که چی هست. ازل یا عزیز الظل انی فلم عدل، ازل به عزک یا جبار مکفا مجملا. حالا این شعر عربی هست. امیر خواجه افندی الاسکوداری به شرط المذکور
فی وقفهی، اینم که باز همونه. حالا این بالا گفتیم متاسفانه آسیب خیلی دیده این کتاب، خیلی آسیب دیده، حیف این کتاب. حالا یکی دو صفحه از این رو تلاش میکنم بخونم ببینم چی میشه، این در موضوعش چی هستش. متوجه شدیم که در 1000 و چند بود، 1145 نوشته شده، یعنی حدود 300 سال پیش این کتاب، 300 سال پیش. حالا ببینیم زبانش چی هست. این زبان کتاب رو هم الحمدلله الحی القادر العلیم المرید المتکلم السمیع البصیر القدیم. این مرید نمیتونه باشه برای اینکه خداوند مرید نیست، احتمالا مریده. المرید المتکلم السمیع البصیر القدیم و الصلاة علی رسوله محمد ذی الحق العظیم و علی آله و اصحابه المبشرین بالدخول فی جنات النعیم. و بعد معلوم اولسون که از اینجا کتاب ترکی آغاز شد، مبنای علم شرایع و احکام. پس این کتاب موضوعش علم شرایع و احکام هست. حالا ممکنه امروزه این رو علم ندونیم، بعضی از دوستان میگن آقا نه این یه قوانینی برای خودش داره که بالاخره یه عده‌ای باهاش نون میخورن. مبنای علم شرایع و احکام و اساس قواعد عقاید اسلام. حالا اینجا به عقایدم میپردازه. شل علم توحید و صفات دور، این شل این علم توحید و صفات دور. حالا اینجا داره میخواد در مورد مبانی علم شرایع و احکام دین صحبت بکنه، قواعد عقاید اسلام صحبت بکنه و علم توحید و صفات الله صحبت بکنه. یعنی یک در چند صفحه، در 30 صفحه میخواد اینها رو به طور خلاصه بگه. علم کلام اسمیل موسوم. حالا اسم کتاب رو علم کلام گذاشته، اینجا هم گذاشتن، همین بالا میبینیم که گذاشته. البته اینجا علم کلام در 1145 نوشته شده در 30 صفحه. علم کلام اسمیل موسوم علوب علمای اعلام و فضلاء کرام نیچه تعلیفات و تصنیفات اتمکل شعنینه اهتمام etmişlerdir. یعنی در این موضوع ها علم کلام و اینها چیز کردن، کتاب های زیادی نوشتن. و حفظه تقرب için neçeleri مسلک نظم سلوک etmişlerdi. بعضی هم این کتاب ها رو به شعر در آوردن. لکن نظم و معنی جهتیندن و اکثر مسائلی حاوی علمق جهتیندن حیثیتیندن فاضل حضرت بیک نظم الادگی گسیره نوینه یا قصیده نوینه متن لطیف و کتاب منیف اولدوغی. حالا اینجا مثل این که حاشیه هست. اولدوغی متفقون علیه المغل لسان ترکی ایله والله الموفق. حالا میگه که یک کتابی هستش که در شعر گفتن فاضل حضربیک یا خضربیک، فاضل خضربیک اسم نامی، این رو میگه که به قصیده نوینه، حالا یه نوع قصیده، حالا من نمیدونم این قصیده چی هست، چه نوعیه، که حالا نوینه، متن لطیف و کتاب منیفی هستش، پرفایده‌ای هستش. همه به این اتفاق دارن، همه قبولش دارن. اولدوغی متفقون علیه المغل لسان ترکی الله والله موفق للآمال و علیه التوکل فی جمیع الله الموفق للآمال و علیه التوکل فی جمیع الاحوال. قال الفاضل الناظم رحمه الله. حالا این آقای فاضلی که شاعر هست، خدا بهش رحمت بکنه، چی گفته؟
گفته احتمالا میاد شعرهای اون رو میگه و تفسیر میکنه. الحمدلله العالی الوصف الشان، یعنی حالا داره ترجمه میکنه، یعنی حمد، حالا اینجا رو ترجمه میکنه، نگاه کنید، یعنی حمد و ثنا و صفت و شعنی عالی، اینجا داره میگه و اشرف olan cenab حق مخصوصudur. حمد و ثنا پس و وصف و شعنی عالی و اشرف olan cenab حق مخصوصudur. منزه الحکم عن آثار البطلان، öyle Cenab-ı Hak Celle ve Ala ki anın hükmü asarı butlanından münezzeh ve müberra. حالا اینجا یه چیزای اینجاها نوشته شرح و علونوب و نفعی عام موحدینه احتمال علوندی، تعمیم علوندی، اینجوری. اینم اینجا یه اول گذاشته یا اول گذاشته و اینجا حالا اینو دوباره از اینجا با فعلش آورده، اینجا یه توضیح اینجا داده. و ابیاتنون لغات و اعرابی بیلمک تامیه لازم، حامیه لازم، حاصل معناییله اکتفا علوندی. حالا اینجا وقتی از اعراب صحبت میکنه، اعراب همون چیزیه که من میگم استاندارد، یعنی صدایی که بر روی تصویر حروف گذاشته میشه یا روی تصویر صداها گذاشته میشه. اینجا این رو یه مقدار اینجا توضیح داده، احتمالاً حکمی گولیسی و حکم فعلیسی گولیسی. حکم الله آنون حکم گولیسی، گول یعنی سخن، حکم گولیسی و حکم فعلیسی. این اومده یه چیزهایی رو که چی میگن خیلی زیبا اینجا آورده و توضیح داده که منظور از حکم خداوند دو نوع حکم داره. یکی حکمی هستش که بر اساس سخن هست و یکی احکامی که بر اساس فعله، یعنی انجام دادن یک کار هستش. اینجا رحمه الله رو هم با یه فعلش اینجا آورده پایین، بعد تیمم به تیمیت. حالا اینم دوباره از اینجا آورده، اینجا علمی و خواجه معلوم علمغله. حالا منع علمیوب لازم میگه که بیلمک هامی لازم علمیوب و خواجه تعلیم علمغله حاصل معنا ایل اکتفا علونده. حالا اینجا پس برای همه اعراب کلمات برای همه حامیه لازم نشده، یعنی همه نتونستن این رو بخونن. حالا اینجا یه منع انجام گذاشته که معلوم نیست به اینجا میچسبه یا به اونجا، که این هم از این. بذاری ببینید اینجا میدونم که الان این تصویر من افتاده این قسمت کتاب و اینجا دیده نمیشه. البته اینجا هم متاسفانه از بین رفته این کتاب، از صلات علی دیگه دیده نمیشه. üzerine olsun بنینا المصطفى، احتمالی نبینا المصطفى فی چی هستش این خونده نمیشه، نمیتونم بخونم. عدنان اول مظهر دیگه بقیهش هم خونده نمیشه که عدنان نسلندندر. این پس اینجا فی نسل عدنان، نبینا المصطفى فی نسل، احتمالا اینم من باشه، من نسل، فی نمیشه، من نسل عدنان اول مظهر این هرچی هست. عدنان نسلندندر، عدنان حضرت رسول اکرمین اجدادیnden biri 21. جدیدür. نتکیم حالا اینجا دوباره یه خطی کشیده، اینجا برده یه توضیحاتی اینجا نوشته. اجدادنی محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدالمناف ابن قسی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن
لوی ابن غالب ابن قهر ابن مالک ابن نضر ابن کنای ابن کنان ابن خریمت ابن مدرک ابن الیاس ابن مضرب ابن نزار ابن مغد ابن عدنان. این 21 پدر حضرت رسول رو شمرد تا اینجا. Adnan'a müntehi elediklerinde buyurdular ki nişabun Adnan. حالا اینجا این کلمه چی میتونه باشه؟ نسابون ادنانون ما گوتل کذب ederler کذب ederler ماگو نمیدونم این چی میتونه باشه. پس ادنانون مافوقینه، اینم احتمالا مافوق باشه، مافوقینه. پس ادمامون مافوقینه کذب ederler، یعنی بالاتر از اون میگن که چیز هستش، دروغ هستش. پس ادنانون مافوقینه تجاوز الان ممک لازم بود، بالاتر از اون دیگه نمیرن، چون که گفتن که دروغه از اون به بالا، یعنی مشخص نیست. و آله و صحب سم التابعین لهم و دخی صلوات حضرت و مصطفانون. حالا اینجا و مصطفانون آلینه یعنی اهل و ایالینه و اتباعینه و اصحابینه و آنلره. حالا اینجا تابعولان مؤمنین üzerine olsun. ما جادتل صحب للمرئی بهتان، مادامی که صحابلر و مرئیه یعنی نبات بیتگیره. مرئی خود کلمه مرئی رو داره ترجمه میکنه. مرئی یعنی نبات بیتگیره، انزال متر ایله سخا وجود لن ادب. اینجا نبات میدونیم که به معنی گیاه، جایی که گیاه بروید و اینجا با ریزش باران سخاوتش سخا وجود لن ادب متعاقبت امطار، بعد از بارش مطر الادیک صلوات مذکورین üzerine olsun. حالا به همون اندازه که بارون میباره و بعد از اون به اندازه که باران باریده صلوات و بر روح این کسایی که گفت بشه. üzerine یعنی برایشان، بر رویشان. هذه عقاید عبد مذنب جانن. حالا معنیش خودش میگه، یعنی bu kitapta zikr olunan mesail abd muznib ve cinayet edici kimsenin mü'teqidatidir. جان اینجا مذنب یعنی گناهکار، جان یعنی کسی که جنایت میکنه. حالا میگه خودشو ببینید این نویسنده چقدر تحقیر میکنه که منی که گناهکارم و جانی هستم. حالا این جانی رو نمیدونم تعریف میکنه یا نه، که این عقاید خودم رو اینجا نوشتم. cinayet edici kimsenin müteqadatidir. Hazm nefes için müsennif kendinden عبد مذنب و جانی ایله تعبیر ایلدی. حالا توضیح میده که چرا این کارو کرد، خودشو هم مذنب یا مذنب معرفی، هم جان میگه که هضم نفس چون، برای اینکه نفسشو هضم بکنه. هضم میدونی که وقتی ما غذا رو میل میکنیم در معده ما هضم میشه، از بین میره. حالا برای اینکه خودشو نفسشو هضم بکنه، از بین ببره، خودش رو مصنف کندنی نویسنده خودش رو عبد مذنب و جان ایله تعبیر ایلدی. یوسا بها کل موصوف به ایمان. این اون عربی، کتاب عربی رو داره هی چیز میکنه. یوسا بها کل موصوف به ایمان بو عقاید ایله اهل ایمانون
cümlesine vasiyet eder. Yusa beha kل موصوف به ایمان. حالا bu عقاید ile اهل ایمانın و cümlesine vasiyet eder. اعدوها زخر یوم الارتیاب یوم لا ارتیاب به. Bu əqaidi şul gün üçün zəxirə qılıb idxar edərməgə ol günün olacağında şək və şübhə yoxdur. Mustad duasından mustad dua inde zi adlen ve ihsan. احتمال مستد دعا inde zi adl و احسان. دوباره عربیه داره ترجمه میده. عدل و انصاف و طبع müstəqim sahibi olan kimsələrin indindən bu əqaidi vədiə və əmanət eylədim ki حالا اینجا البته از اینجا یه خطی کشیده برده، اینجا یه چیزی اضافه کرده، اینجا هم هر آورده بوده، اینجا نوشته بوده، من دیگه اینها رو ندیدم و یا متوجه نشدم. اینجا یه مثل 7 علامت گذاشته، از اینجا این خط رو کشیده آورده، زیرا bu عقاید اهل سنت حقدür. سنت دور هم میشه سنت حقه. حالا من اینجا خط کشیده ولی این حق بوده، بعد این گفته که چرا بگیم حق، بقیه رو باطل بدونیم، خط کشیده روش. اینجا هم اومده شبه یقتور، این رو هم آورده اینجا، یعنی bu عقاید ایله یوم قیامتون احوالی و شدایدیندن آگاه و خلاص رجاع درم. خب اینجا هم پس اگه یکی بخواد این کتاب رو بنویسه باید این حاشیه ها رو بیاره متن، یعنی تایپ بکنه باید این حاشیه ها رو بیاره متن. البته اینجا یه الهیات، کلمه الهیات گذاشته شده که حالا احتمالاً تو صفحه بعد میاد. اللهنا واجب لا ولا لولا ما انقطعت آلهنا واجب لواه ما انقطعت. یعنی bizim آله و معبودimiz، حالا این حق تعالی اینجا میاد، پس این هیچی، واجب الوجود اولوب وجودی مقتضای ذاتی در vücud mümkünat gibi gayridir. Gayriden müstefad değildir. Vücudi mümkünat gibi gayriden müstefad değildir. حالا اینها رو در فلسفه توضیح دادن، در فلسفه‌ای که علمای اسلامی نوشتن. من یه مقدار با اینها آشنا هستم، نه خیلی میفهمم یعنی قضیه چی هست، چون اینا رو میگم یک مقدار خوندم. امدی حق تعالی آزاده و ابدا موجود olur. حالا این آزاد نیست. امدی حق تعالی ازلا و ابدا، ازلا و ابدا موجود olup vücudinin اولا و آخری، اولی و آخری yoktur و vücudunun zat-ı müqeddesinden infikaki mümteni'dir. تمام داره این صفات چیز رو، علم کلامه دیگه. علم کلام تنه به تنه فلسفه میزنه، یعنی یه جورهایی فلسفه هست ولی یه جورهایی از فلسفه دوره. این داره اونها رو انفکاکی ممتنعdir. ممکناتون cümlesi vücudinde ana muhtaç olup ol bir şeye muhtaç değildir.
حالا اینجا دوباره زیرا اگر حق جل و علا وجودی مقتضی، حالا دیگه اینجاها از بین رفته دیگه. این متاسفانه این کتاب خیلی آسیب دیده. خب این کتاب رو ازش عبور بکنیم. فقط من برم صفحه آخر ببینم که تو صفحه آخر یه مشخصاتی از نویسنده اگر به دست بیاریم عالی خواهد بود. اینجا ببینیم که چی میتونیم بخونیم. به نظرم کتاب بسیار جالبی هست، میشه بازنویسی کرد این رو. میشه حالا این قسمت هایی که از بین رفته دیگه نمیشه کاریش کرد، ولی احتمالاً بشه یه نسخه از این پیدا. این نسخه اصلی هست، احتمالاً یه نسخه از این نوشته شده میشه پیدا کرد. حالا بر اساس چی؟ بر اساس تاریخ و بر اساس اسم نویسنده و علایمی که میتونیم دال بر اینکه در چه سالی دقیقاً نوشته. حالا با خوندن این احتمالاً ما با یه کلماتی یا با اشاراتی مواجه بشیم که بتونیم سال دقیق یا شخصیتی که این رو نوشته به دست بیاریم و بعد بتونیم بگردیم و این کتاب رو که دست نویس هستش و ازش نسخه برداری شده، چون این قابل استفاده نبوده به این شکل، این حتما رفته و دست نویس شده، چون این قرار بوده بره برای انسانها بخونن و ازش استفاده بکنن تا برای آخرتشون یه ذخیره باشه. حالا از اینجا ببینیم که چی میگه. ادلر زاک عثمان و ثم قوم جلتهم قد بایعوا به علی عقد رضوان، یعنی عقد رضوان. حالا یعنی عبدالرحمن ابن اونون اختیاری eder ki Hazreti Osman'dır. Eylediği ihtiyar eylediği Abdurrahman ibn Avf'un ihtiyar eylediği Hazreti Osman'dır. Hazreti Osman'dan sonra kibar muhacirin ve ensar ve acilli kavm Hazreti Ali'yi ihtiyar edip و cümlesi عقد رضوان ile مبایعه eylediler. حالا اینجا یه چیزی، نه اینجا به مربوط به این نیست، این خط لا نص فیه جلیا بل قد اجتهد و اما لکن معاویه المخطئ کمروان، یعنی این وا نیست، این ما خوندم من، این ما نیست، این ویرگوله اینجا گذاشته دیگه. ویرگول یواش یواش پیدا شده در این کتاب. میبینیم که در کتاب‌های قبلی اگر یادتون باشه دیدیم که یه چیزی شبیه ویرگول با سر بسیار بزرگ با مدادهای رنگی قرمز این رو می نوشتن که جدا بکنن، ولی اینجا میبینیم تقریبا به ویرگول تبدیل شده. یعنی در اثر مرور زمان اون نقطه‌ای که خیلی بزرگ بود و یه حالت شبیه ویرگول داشت این دیگه به ویرگول تبدیل شده. یعنی حضرت علی'nin خلافتی üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in نص صریحی وارد olmayıp بلکه اصحاب کرامون اجتهادیyle ve ol asrida olan sahabenin ola ve afzali Hazreti Ali olmasına ittifaklarıyla sabit oldu. Zira nas sarih varid olsa Muaviye muhalefet elemez idi. Lakin Muaviye ra'yinin isabet etmiyor. Mervan gibi خطا ایلدی. من اینو خطا خوندم. خطا ایلدی شیعه حضرت علی'nin خلافتی حقنن نص صریح vardır. یعنی شیعه حضرت علی'nin خلافتی hakkında نص صریح وارد oldu diyor iddia edirler, eylediler. İmdi müsennif حالا اینجا یه چیزی حاشیه نوشته bu توکیله آنلری
onları reddeyledi. Bu delil ile مصنف امدی مصنف bu دلیل ile onları reddeyledi. یعنی سخنان شیعه ها که معتقد بودن نص صریح اومده، میگه این رو رد کرد. حالا اینجا یه چیزی نوشته که اگه بتونیم بخونیم خیلی میشه. بو بابیده اولان اصوله و اجوبه اسئله و اجوبه اسئله و اجوبه متولات مذکوره دور. میگه در این باب، یعنی این جنگ بین شیعه و سنی، سوالها و جوابهای بسیار طولانی وجود داره. متولات یعنی خیلی طولانی، مذکوره دور یعنی اومده. حالا بحثای خیلی جدی میگه هستش داریم. وذکر اصحاب رسول الله قاطبة بالبر والخیر واهجر طعن مطلقا مطمئن. حالا این کلمه رو هم نمیدونم دقیقاً اینو آن بخونیم یا مان بخونیم. یعنی اصحاب رسول Allah'ın cem'ini berru kheyr ile zikredip ve onlardan birine ta'an eyleme. Zira Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ashab-ı kerame sinden nehy eyledi ve onlara ikram eyle emr eyledi ve kulluhum bedlu allezine مجتهم المحجتهم وللشریعه کانو خیر اعوان. یعنی اصحاب کرامın cümlesi canlarını اعلای din İslam için bazl eylediler ve şeriat Hazret Resul Ekrem خیر اعوان و انصار oldular. شریعت نمیشه، این شریفه مورد کرامت قرار گرفتن. حضرت رسول اکرم خیر و اعوان و انصار oldular. یا رب لا تسلبنی حبهم ابدا من قال آمین یا من سلب ایمان. یعنی یا رب اول اصحاب کرامın محبتini ebedi benden salb eyleme. Ve bu duaya amin deyip müstecab olmasını dua eden kimsene salb ایمانیnden امین اولا. حالا اینجا دوباره رفته یه چیزی و دامن نظرتون من بالخیر یذکرونی ما این شعر دیگه. حالا اینا من اینجوری دارم میخونم. ما اخذر وجه ربی من قطر نیسان، من قطرت نیسان، احتمالا من قطر نیسان. یعنی beni خیر ile zikreden kimsenin nusret. حالا اینجا رفته، اینجا یه توضیحاتی داده. مصنف اخذر لفظیل حضر بیک خزر بیک اسمیه ملمح و دام بالخیر. حالا دیگه این از کجا اومده؟ اینم از اینجا اومده. بو محلده نقطه این اتمام eyledi ve cemali daim olsun bu yüksek yerlerin yüzü gatr-ı nisan sebebiyle yaşlansın. حالا دوباره از اینجا یه خطی کشیده برده اینجا. ببخشید من اینجا از اینجا فکر کردم ولی نه، این از اینجا یه خطی کشیده برده اینجا. مصنف اخزر با کار بردن کلمه اخزر
لفظیل خضر، خضربک بود اسم اون رو اسمشو ملمح و دام بالخیر فرید اون لشاره حالا امین الاسکندری نیلتون. خب اینجا یه چیزی هست، اسم نویسنده احتمالا اینجا هست، میگه که و دام بالخیر فرید او، حالا این فرید او لشاره امین اسکندری نیل غفران. اینجا امین اسکندری یا اسمش احتمالا این باشه، احتمالا فرید، حالا اینجا یه او هم هست اینو نمیدونم چی بخونیم، امین اسکندری نیل غفران. حالا بذارید اینجا دیگه چیزی نداره و وقع الفراغ من تحریره فی سنه 1145. بذار ببینید این صفحه هم چیزی هست، احتمال میدم اسم اون شخصیت چیز باشه. یقول العبد الفقیر الی الله الغنی البار محمد، حالا هرچی هست اینجا بنده خدا اسمش از بین رفته، محمد امین، احتمالا همین که گفت امین، این امین اسکندری، این محمد امین اسکندری، امین محمد اسکندری هرچی هستش. یقول العبد الفقیر الی الله الغنی البار محمد امین، حالا این چی هست، لما وفقنی الله تعالی لاتمام تحشیت شرح حاضل هرچی بوده این کتاب، اعنی الفاظ الخیالی صنفت حاضر شرحی به لسانهی، دوباره ترکی اینجا میشه خوند ولی بقیهش نمیشه. و ولم اذکر فیه ادله المخالفین لاهل السنت و اجوبتها صوتا للعوام. حالا اینجا محرز سماعها و قبولها فی باد الرأی و قیل اتقان اجوبتها بل اکتفیت بالاحالة الى المطولات والمفصلات والمرجوع في ناظر فيه ان يذكرني بالخير و یدعو لی بالسعادة الدارین آمین آمین یا معین. بنده خدای اینجا هم دوباره اسمشو خواسته بنویسه، از بین رفته، اینجا هم از بین رفته. این کتاب رو به نظرم کتاب بسیار جالبی هست در که به طور خلاصه در 30 صفحه میخواد عقاید اسلامی رو از طریق علم کلام چیز بکنه. حالا کتاب دومی که امروز میخوایم تلاش بکنیم برای خوندنش، امیدوارم که این سالم باشه. حالا یه نگاهی کلی به این کتاب بندازیم. این میگه 78 صفحه هست، هر سطرش 11، هر صفحه 11 سطر داره. ابعاد کتاب رو اینجا گذاشته. دوباره اینجا اون مهر قبلی که نمیتونستیم بخونیم، اینجا وقف هذا الکتاب سید عبدالقادر الشهیر به امیر خواجه الاسکندری به جامع والد سلطان العتیق فی الاسکندر. حالا اینجاشو دیگه نمیخونم تا حالا حالا اینجا این قسمت رو هیچ وقت تا الان نتونستم بخونم. خب کتاب رو دوباره کوچیک بکنیم که ببینید اولش خیلی حاشیه براش نوشته. همین جلد رو که باز کرده، ببین این جلد باز شده، صفحه اولش این نوشته واقف هستش که به ترکیه، دیگه من اینو عادت کردم میدونم که این چی هستش، یه متن ثابتی رو داره میگه. اینجا صفحه سوم در اصل، این پشت این صفحه که اینجا میبینیم، بذارید ببینم من اینو یه کاری بکنم که دیده بشه. من امیدوارم که این نه این دیده نمیشه، این بهتره که کوچکش بکنیم. خب امیدوارم دیده بشه. این صفحه پشتش این سفیدی هستش و صفحه بعدی یعنی صفحه 4 اگه فرض بکنیم این هست. یونس فرماید، حالا اینجا فکر میکنم که اون یونس مشهور هستش، کلام یونس نظم خواص اسماء الحسنا،
160 صفحه هستش. این حالا یونس، حالا اگه اسمش فراموش کردم به محض اینکه این چی شد، یکی از عرفای بسیار شناخته شده و مورد قبول اهل سنت به خصوص ترک ها هستش. این یونس در موردش یه سریال هم ساختن، دیزی هم ساختن در مورد زندگی این و تحولاتی که در زندگی براش رخ داده. یه ویدیو سریال 20 چند قسمتی هم ساختن فکر کنم. حالا میاد از اینجا دیگه شروع بکنیم این شعرهایی که ایشون گفته. حالا اگر یونس امره دوستان شخصیت بسیار برگزیده‌ایه که این شعراش مشهوره، در زمان زندگی خودش هم گفته اینها رو. حالا دیگه این تاریخشو به راحتی میشه به دست آورد بر اساس زندگی خود ایشون. حالا من تلاش میکنم که ببینیم، اول این صفحه ها رو ببینیم. این گفتیم که 160 صفحه است. جواب اسرائیل، اشعار رو، جواب میزان، جواب صراط، جواب مالک، اینا دیگه مربوط به چیز هست. جواب جبرائیل، جواب پیغمبر علیه السلام، جواب حق تعالی، برای خدا میخواد جواب بده. من کلام یونس، دوباره از کلام یونس اومده. این شعر رو یکی نوشته از کتاب اون، نه اینکه خود یونس اینها رو یونس امره اینو ننوشته، بلکه یکی بعدن این رو در آورده از اشعارش، خلاصه هایی رو آورده. برای همین میگه من کلام یونس، یعنی از کلامش، مجموعه کلامش اینو برداشته، گلچین کرده. و لهو ایزن، حالا دوباره و لهو ایزن، لهو ایزن ها همینجوری ادامه داره، یعنی از کلامش گلچین شده. بریم صفحه آخر ببینیم که آیا یه چیزی، حالا این آخر رو میایم و میخونیم، یکی دو صفحه از اینجا. خطش بسیار متفاوته. ببینید اینجایی که این خط ها رو میبینیم، این خط ها با خطی که اشعار رو نوشته بودن بسیار متفاوته. اینجا چی خوبی که داره، البته قلم درشته و کلمات تو دل هم رفتن، سطرها هم به هم نزدیکن ولی خیلی نزدیک نیستن، میشه خوند. ولی این خوشنویسی خاصیه که باید چشم بهش عادت بکنه تا بتونم اینو بخونم. حالا این قسمت ها احتمالاً داره در مورد اسماء حسنای خداوند الله تبارک و تعالی توضیح میده. اونجا در شعر، حالا ببینیم چی گفته. اینجا داره گفتش که اسماء الحسنا، پس دو تا کتاب هست، یکی خلاصه از اشعار ایشون هست و یکی توضیحاتیه که ایشون یونس امره در مورد صفات باری تعالی داده. حالا من میخوام ببینم که این کتاب از کجا شروع میشه و جالبیش به اینه که این کتاب من دارم میگم استاندارد شده، ولی در زبان ادبی و علمی زبان عربی بهش میگم معرب شده، یعنی اعراب گذاری شده. خب اعراب گذاری یعنی صدا رو مشخص میکنه، صدای شکل حروف رو اون اعراب ها برای ما میده که این چه صدایی داره، وگرنه ما بدون صدا باید اینها رو فقط به اسمش بخونیم، مثلا بگیم مم، میم، سین، تا، ج، الف، ب، اینجوری باید بخونیم. ولی وقتی میگه مستجاب این کلمه رو، مثلا اینجا او و صدای ساکن این مستجاب، صداها رو اونجا روی حروف میبینیم. حالا این احتمالاً من گفته من درست نباشه، ولی این رو برای اینکه بفهمیم که زبان استاندارد چی هست دارم توضیح میدم. خب از اینجا کتاب اشعارش ظاهراً در اینجا تموم میشه، که اشعار در اینجا تموم میشه. هذا کتاب الخواص اسماء الحسنا، تالیف شیخ احمد بونی رحمه الله علیه رحمتا واسعه.
خب اینجا این کتاب اسم خود کتاب این هستش که خواص اسماء الحسنا. نویسندش هم شیخ احمد بونی هستش، یا نظام الملک یا فجر الچی. از اینجا به بعد حالا اینجا یه چیزهایی هم نوشته شده دوباره، دعا احتمالاً دعا هست، نه این میره روی نمازون سلامن و فلان، بعد آیت الکرسی رو اینجا می نویسه. حالا یه دعاهایی اینجاها نوشته و بعد یکی اومده اینجاها خوشنویسی کرده برای خودش و بعد کتاب دوم شروع میشه. یعنی حالا اینجا دوباره یه دعا هست، اینجا یه دعا و بعد اینجا هازا خواص اسماء الحسنا، اینجا خواص اسماء الحسنا شروع میشه. پس این چی بود؟ اینم که خواص اسماء الحسنا است. پس هر دوتا یک کتابه، ولی یکی به شعر و دیگری به نثر. حالا برگردیم کتاب. با حقیر فقیر و پرتکثیر از سید یعنی مرد مذکر، عبدالقادر المعروف به امیر خواجه کمانکش اسکیداری، که حالا اینو بارها خوندیم دیگه، متن و من تقریبا حفظم. اینجا متنهایی رو نوشته که نمیدونم میشه خوند یا نه. حضرت سلطان اینجا چه بوده؟ و بسم الله تعالی ما یتمناه ایام معلومات اشره و حجت الحرام. حالا اینجا ایام معلومات اشره و ذوالحجة الحرام یا یه چنین چیزی تاریخ اینجا تقریبا داره. اول ذات بیمنانه بی مثال اخلاصم دل واضح بلغ سبا سلاما روابه. احتمالاً اول ذات بی مثاله اخلاص می لوازه بلغ سبا سلاما سنیبل روایه سکینه، احتمالا سکینت روایه، احتمالا میدم نمیدونم. حالا اینجاها انی سعید الخضری و جابر ابن عبدالله سلامه هما والاسمعنا ای العلی علیه السلام الدرک لنظم الى. حالا اینها رو خیلی سخته بخونم، هر عربیه، هم این که خطش هم نقطه ها و اینها کامل مشخص نیست. از اینجا بگذریم، از این صفحه بگذریم، در این حالی که ببینیم این شعر چی هست. یونس فرماید، یونس امره، یونس این اسمش تلفظش در زبان ترکی یا عربی یونس هستش، در زبان ترکی یونس این رو میخونن، نمیدونم چرا. یا الهی گر سؤال اتسن بنا، یا الهی گر سؤال اتسن بنا budur anda cevabım üşde sana. Ben bana zulmeyledim, ettim günah, neyledim, nettim sana ey padişah. Ben bana zulmeyledim, ettim günah, neyledim, nettim sana ey padişah. من گناه کردم، برای خودم کردم، به تو کاری نکردم که. Sen ezelden bana asi yazesen. Sen ezelden bana asi yazesen. Tuldurasın aleme آواز sen. میگه که خیلی اینجا عصیان کرده. میگه آخه خدا تو از اول، سن ازلدن، از اول که خودت بودی
قصد داشتی منو بیافرینی، بانه آسی یا زمسان، تو برای من آسی شدن رو نوشتی، من که کاری نیستم، تو نوشتی که من آسی باشم. بانه آسی یا زسن، سن برای من سرنوشتم رو آسی بودن نوشتی. تولدورسن پرم بکنی، تولدورسن عالمه آوازن، تو هستی که آواز رو، خودش انسان رو و هر چیزی که اینجا هست آواز خدا میدونه، میگه تو هستی که عالم رو با آوازت پر میکنی. تولدورسن عالم آوازن. خیلی زیبا میگه کلمدن حکومه باتوم کم ددک. احتمالا این گلمدن حکومه باتوم کم ددک، توغمدن آسی بنا آدم ددک. گلمدن یعنی هنوز متولد نشدم، حکومه به حق من، باسم احتمالا کم گدک. این باسم احتمالا با اسم، به اسم یعنی گناه، باسم کم ددک یعنی این ددک رو نمیدونم ولی یعنی گناه رو ثبت کردی. تغمدن هنوز زاده نشدم، تغمدن زاده دغمدن آسی بانا آدم ددک، هنوز من چیز نشدم به من آدم ددک گفتن. ددک تو گفتی یا ددین، اینجا نون باید بخونیم این رو. بس گلمدن حکومه باسم کم ددون یا باسونم ددون، تغمدن آسی بانا آدم ددون، میگه هنوز زاده نشدم به من آدم آسی گفتی. یعنی به خدا داره میگه که آقا چی کار داری میکنی با من؟ من که دیگه بذارید اینجا پایین ببرم این عکس اینجا بیفته که ببینید. هر ندیلرسن حکومه işledün ne tuşa turdumsa söz töşledün. هر نه آرزو کردی، هر نه دیلرسن، هر چی خواستی در حق من انجام دادی. حق من işledün انجام دادی در حق من. نه tuşa تردمسه نه توشه هر چی بیفته، تردمسه انجام دادم، söz تشلدون تو حرفی برای اون گذاشتی، توشلماخ یه نشان گرفتی. Gözüm acıb gördüm zindanacı ya zindan içi, zindan eci. Gözüm acıb gördüm zindan içi, pes hava vatlagu şeytan acı. اینجا وطلقو من نه این نیست، یک کلمه اینجا نوشته که پس هوا و تلو شیطان اجی، آخه احتمالا اجی. از وقتی که چشمام رو باز کردم دیدم که در زندان اجی یعنی زندان اجی، زندان کردنیه، زندان هستم. پس هوا و تتلو شیطان اجی. حالا نمیدونم اینجا یعنی شیطان کننده هستش، حالا اینجا چی بود؟ هوا و هوسی که در دل من احتمالاً هستش، این داره شیطانی هستش. این یه چیزی. بنم düzdüm beni sen düzdün beni. Benim düzdün beni sen düzdün beni. من خودم رو
ساختم یا تو منو ساختی. düzmek مثلا تسبیح رو دونه ها رو پشت سر هم چه کسی میچینه، اینجوری میگه benim düzdün bani sen düzdün bani، من خودم رو ردیف کردم ساختم یا تو منو ساختی. پس عیب نچون yertedün ey gani، rızgın alıpsan mühenna cem gedem mühtacım gudum. پر عیب نیچون یارتدون ای غنی، حالا منو چرا این همه با عیب خلق کردی ای غنی؟ تو که غنی بودی میتونستی بدون عیب منو به خلق بکنی، چرا با این همه عیب منو خلق کردی؟ که حالا شیطان و اینا هم اطلقوه باشه. حالا این چی هست؟ این کلمه کامل نمیتونم بخونم. رزگون آلوبسان محتاجم گدوم گویدون منی، رزقمو از دستم گرفتی محتاجم کردی. محتاجم گدوم، منی محتاج گذاشتی. یا oyunun ییبن عجمی گدوم. حالا اینجا دیگه یه مقدار oyunun یا oyunun ییبن عجمی گدوم nesnemi aksildi mül külden senün. حالا اینجا یه مقدار به گل افتادم، خیلی خوشنویسیه. نسنمی البته کلماتش هم سخته، یعنی من ترکیم بلد نیستم، حالا بعضی از کلمات رو از طریق مفاهیمی که شعر میگیرم درم ترجمه میکنم، وگرنه مثلا یا اینجا یا میشه یا oyunun ییبن عجمی گدوم، یا اینکه مثلا حالا یه oyunun ییبن بازی خوردن رو خوردم عجمی گدوم، من این گدوم رو که اینجا این بالا هم بود همینجا اینجا دوباره این رو تغییر کرده گدوم عجمی گویدم، آیا گرسنه گذاشتم من تو این بازی؟ یه oyunun ییبن بازی خوردن رو تو یه بازی با من میکردی که من باید بازی گل میخوردم، خب یا یه چیزی رو که باید تو میدادی میخوردم. یا بخور oyunun ییبن این بازی خوردن رو انجام در حال که انجام میدادم عجمی گدوم آیا من گرسنه گذاشتم. nesnemi aksildi mülkünden senün، آیا چیزی نسنمی یعنی یه چیزی aksildi mi aksildi mülkünden، این ملکندن این مله که باید بچسبه به هم. نسنمی aksildi mülkünden senün، آیا با این که من یه چیزی خوردم و نخوردم یا چیز شده، آیا یه چیزی از ملک تو کم شده؟ خیلی یا دوباره همون یا هستش. یا یه ماه söz mi gitti hükmünden senin، gül gibi köprü yapırsan körpü yapırsan geç diyor. میگه خیلی چیز میکنه، نقد خدا رو. ببینید دوستان ما اینها رو نمیتونیم الان تو زبان فارسی بگیم، این ملاهای شیعه ما رو قتل عام میکنن. یا söz mi geçti، یه حرفی گفتی در مورد که بخور. اونجا گفتش که ها از همه چی تو بهشت، از همه چی میتونی بخونی، به اون اشاره است که یه هر چی رو که هستش میتونی بخونی الا این سیب مثلا، یا این هر چی بوده. میگه اون رو
حالا این آیه برمیگرده به اینجا، داره برمیگرده به اون که آقا تو گفتی اینا رو بخور، مگه من خوردم گشنه گذاشتم؟ حالا اینجا میگه یه söz mimi geçti، یه söz mimi، یه حرفی به نام یه کل، ببخشید فکر میکنم که حالا عربیش یادم نیست الان پرید از ذهنم، کل باشه. گفتی که بخور، یه söz mimi geçti، آیا یه حرفی مثل این رد و بدل نشد؟ حکموندن سنون، آیا در حکمت یه چیزی که بخور نگفتی؟ سوال داره میپرسه. گل گیبی köprü yapırsan geç diyor، از یک körpü یعنی پلی مثل گل یعنی مو، به نازکی یا بگیم که به هم نازکه و همین که خیلی ثابته. گل این مو رو اینجوری بگیرید با باد همینجوری میلرزه و این تو روش این چجوری باید روش راه رفت این گل. حالا گل که بی köprü yapırsan، یه پل ساختی مثل مو لرزان و بسیار ظریف و گفتی geç diyor و میگی از روش رد شو. یه پل ساختی از مو و میگی حالا ازش رد شو. آقا من پام اونجا نمیشه، چجوری روی اون بیستم برم؟ میگه خب یعنی sen düzlüğünde şiş diyor. خودت sen düzlüğünden، اون چیزی که خودت سرهم کردی، شش دیو میگی در 6 روز آفریدی. فکر میکنم اینه 6 دیو، فکر میکنم، نمیدونم، مطمئن نیستم. خیلی زیبا. من اصلا با این انسان شریف آشنا نشده بودم. گل gibi köprüden آدمی geçer، میگه گل gibi. حالا این شعر چرا اینجوری شد؟ یهو مثلا نصفش ناپدید گشت. گل gibi köprüden آدمی geçer، آیا آدم میتونه از یک پلی مثل مو با خاصیت مو رد بشه؟ یا تیونر یا زن تیونر یا آزولر یا اجر. یا حالا نمیدونم این کلمه تیوز یا تیوز یا تیوز یا üzülür یا ücer. حالا میگه پل رو میگه، حالا این تیوز نمیدونم، تیونر دایانور ها، تیونر یعنی یا دایانور، یعنی من اینجوری میخونم یعنی تاب میاره، یا üzülür یا اینکه پاره میشه. üzülmak در اثر سنگینی کش میاد و پاره میشه. üzülür یا ücer یا اینکه پرت میشه. üter اینجا مثل اون. gullerin köprüyü yaparlar خیرتون. میگه که گلدرین بندگان خدا وقتی پل میسازن برای کار خیره. خیر budur ki geçerler سیرتون. خیر اینه که مردم از رود بشن برای تفریح، ولی تو یه چیزی ساختی که برای تفریح نیست. خیلی زیبا، مفهوم واقعا اعلاست. kim gerek محکم ola bendinde ol، kim gerek محکم ola bendinde ol، چه کسی میتونه بند بشه روی اون محکم؟ خیلی اعلا. آقا این کتاب قابل خوندن هست، با اینکه خوشنویسی یه مقدار من با این خوشنویسی ها میدونید مشکل دارم، ولی وقتی هم کوچیک‌تر بکنیم بهتر دیده میشه. کی geçenler değiller
geçenler diyeler üç tuğur yük. Ki geçenler diyeler üç tuğur yük. حالا این طغر نمیدونم چیه. üç تغیر üç تغیر yük. تاغر احتمالاً تغیر یه واحده. میگه که چچنلر دیلر üç تغیر yük. چه کسی تاغر همون یه سطل اندازگی فکر کنم تاغار، الان ما در تبریز میگیم تاغار، شاید تاغارجغ مثلا مثل اون باشه، ولی نه تاغار یه چیزی بود، یه ظرف سفالی بزرگی بود، خیلی بزرگ اگر اشتباه نکنم، که ماست درش میساختن، خیلی سنگین بود، روی خود ظرف خیلی سنگین بود. حالا میگه که geçenler diğerler üç tagar yük. اونایی که از پل، حالا این پلی که تو ساختی 3 تاغار بار هم با خودشون باید ببرن. ترازو گردون کی müzdüm dartmağa ترازو گذاشتی که مزد من رو اندازه بگیری. گست گلدون بانی اوده atmağa، حالا با این ترازو که گذاشتی میخوای اندازه بگیری مزد من رو، قصد داری که من رو به آتش بندازی. گست گلدون بانی اوده atmağa، میخوای من رو به آتش بندازی. ترازوندر اول بقال اوله، ترازو آنون در اول بقال اولا. ترازو مال به کسی، ترازو رو کسی داره که کارش بقالی، بقال باشه، یا بازرگان تاجر عطار اولا، یا ترازو یا برای کسایی که بازرگان باشه، تاجر باشه، عطار باشه. سن بسرسن خود بلرسن حالمز، تو بینایی، خودت میدونی حال ما رو. نایا گرک ترتسن اعمالمız، چرا باید کار ما رو تارتسن یعنی اندازه بگیری، وزن بکنی، دارتماخ تارتسن اعمالمız، چرا باید اعمال ما رو اندازه بگیری و بسنجی. زون گناه murdarıdır. چون günah murdarıdır. گناه انسان میگه مرداره، میگه گناه مردار هاست. گناه چون günah murdarıdır. Hazretinde yaremezler kârıdır. Hazretinde yaremezler kârıdır. میگه در حضور تو، یارمز یعنی بیفایده، در حضور تو یعنی در نزد تو، در پیش تو، یارمزلر کاردور، یه کار اینجا به معنی نفعی هستش که به درد تو به دردت نمیخوره. سن نچون مرداری آجوب در تاسان، تو چرا باید یه چیز مردار رو باز بکنی و اندازه وزنش بکنی؟ دارتسن. حالا در بالا این دارتماخ رو فکر کنم با حرف ت نوشته بود، نگاه کنید اینجا تارتسن، اینجا با دارتسن. این احتمالاً یکی دارتماخ یکی تارتماخ، احتمالاً یکی چشیدن باشه، یکی چیز نایه گرک تارتسن اعمال بود، چرا باید اعمال ما رو بکشی این بر اون بر. اینجا فکر میکنم به اینه، ولی دارتماخ هم اینجا هستش، دارتسن یعنی اندازه بگیری. حالا اینجا شاید هر دوتا به یه معنی باشه ولی املاش رو دوباره، ولی نه متفاوتن دیگه به هر حال. حالا این شعر خیلی زیباست، اگه بخونیم که باید 3 صفحه رو بخونیم تا بفهمیم چی میگه. بالاخره با خدا داره 1-2 میکنه، خیلی زیبا. لم گلر کدر گرکدر،
حالا اینجا یه چیزی هستش که نمیتونم بکنم. لمد علم گرک علم گرک در فضلینی لا آرتسن. علم لازم هستش تا با فضل و نیله آرتسن، تا با فضل تو اضافه بشه. شر ترک اتمک دکلمی خیر چون. شر ترک کردن شر دکلمی خیر چون میریزه برای اینکه یه کار خیر چوک خیر زیاد بشه. شر رو ترک میکنن تا کار خیر زیاد بشه، خیر حق. حالا اینو دیگه فکر میکنم که الان بیش از 1 ساعت داریم. بله 1 ساعت 11 دقیقه است. بریم کتاب بعدی رو ازش 1-2 صفحه بخونیم. این خیلی زیبا هستش، خیلی زیبا. حالا شما بیاید حافظ رو با این مقایسه بکنید. اصلا حافظ باید لنگ بندازه پیش ایشون، یا سعدی رو. اینا کی میتونن تاب بیارن در مقابل یه چنین اشعار نغزی؟ حالا این کتاب که تا اینجا اومد، ببینیم اینجا چی میگه. اینجا یه کسی دیگه نوشته که کتاب اینجا تموم میشه. اینجا احتمالا خودش هم این دعاها رو نوشته باشه که دیگه من تلاش میکنم اینجا رو بخونم. نمازون صباح، اینجا ج باز هستش ولی صباح. این صباح نمازون سلامın verdikten sonra ayetel kürsüye okumeden 133 kere Euzu billahi min şeytanirracim çün çevre sonra ayetel kürsüye okuya 112 kere Bismillahirrahmanirrahim çevire çevire 100 kere estağfurullah 100 kere 100 kere. این احتمالاً الف اینجا خارجه. چرا او 100 kere estağfurullah 100 kere la ilahe illallah 100 kere ya aziz ya 41 kere el aziz ya aziz ya aziz ya aziz 100 kere ya halik akşam یا خالق. بعد اخشم نمازنده یا. حالا اینجا دیگه داره این دعاها رو میگه که اینم یه چیز دیگه است. بریم کتاب بعدی. هازا خبث و اسماء الحسنا میآیه. نمیدونم این میآیه یعنی 100 تا چی هستش. احتمالا باشه. میآیه یعنی 100 تا. 100 تا اسم خداوند رو اینجا چیز میکنه، توصیف میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. شکر بی منتها و حمد بی کرانه. اول ذاتکیم پیدا. حالا اینجا یک کلمه هستش که پیدا احد. حالا بخونم یتنده. این یه چیزی هستش. پیدا چی یتنده عاجز در اگلا و صحرای سمدیتونده واله و متحیر در ارواح انبیا و اولیا. پس صلات و سلام ذات کامله و نفوس زاکیه اونره خصوصا معلا و منکا و مرتضا. این مزکا هستش، ببخشید. خصوصا معلا و مزکا و مرتضا و مجتبا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم üzerine olsun kim ol alemde kalbi kibidir اعضای باقیدن و هم آنون آل اصحابنا و هم اونون اعضای باقیدن و هم قلبی که بدور اعضای باقیدن و هم
Onun al ashabi üzerine olsun kim hiran ve ashab durerler. Ama بعد بسن بلای. حالا این نمیدونم این کلمه من بسن bildim اینم ملای. ببینیم اینجا چی میگه. فالج ve mafluc, falec ve mafluc olan kişilerdir. Teler dahi in teler dahi havahi derdelere derman ola. القادر المقتدر. حالا اولین اسم خدا رو اینجا شروع کرد. القادر المقتدر. Bu iki isim اگر daim ورد edinseler ruhi ve bedeni قوتلنه و حیاتی استقامت بله. پس این دو کلمه رو داره اینجوری میگه. این معنی نکرد، میگه که اینها رو اگه بگید دائم بگید bu iki ismi اگر daim ورد edinseler ruhi ve bedeni قوتلنه و حیاتی استقامت بله. المقتدر. حالا این چیه؟ Bu ismin xasiyyəti oldur kim əgər bir kimsə həlak qılmaq diləsən ol niyyətə bu ismə müdavimət ilə ol kimsə həlak ola. المقتدر هم این به این معنیه. القوی. Bu ismi əgər bir kimsə səfərdikən oqsa ana mübarək ola və rahat və səlamət ola. Əl-qayim. Əgər bir kişi yensə dəxi bu ismi bir xəstəyə versə ol xəstə sıhhat bulə. Bu ism Haqqı Teala'nın Kezlü ismilerindendir. این کزلو رو نمیدونم، کزلو یا این احتمالاً له هستش. احتمالاً اینجوری باشه. صحت بوله. bu ism Hakkı Teala'nın lezlü isimlerindendir. این لزلو. نه این له هستش. این چی هست؟ این کشیده اینجا gizli olacaktır. Gizli isimlerindendir. El-Qaim az esma-i məxfi hastış. El-Ahadul Vahid. Bu iki ism yensələr dəxi belə götürsələr sarp işlər asan ola. Sarp işlər asan ola və müşkili həll ola. El-Ahadul Vahid və rizqi gen ola. Allah. El-Qaviyyul Qaim. Əgər bir kimsə bu iki ismi oxusa və həm yazıb götürsə cəmi ağzan dərnə ağzanlarına anma gələ ağız gələ məkr. این نمیتونم، این احتمالاً این اغزان نیست، این انمزان. نمیدونم این چیه. اینجا یه ره هم داره. Ağzın kələ məkr harb içində bir kişinin mərkəbi ölmüş bəyan qılmış atlılar ani kim qudular yetmişdilər. Bu iki ism bərəkatində.
حالا این یه مقدار با این خط مشکل دارم ولی قابل خواندن هست. بریم یه از این ور اون ور، مثلا این حی القیوم خیلی توضیح داره، این خیلی توضیح داره. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر bu iki ismi Errahmanirrahim, eğer bu iki ismi bir yere vakf etse, her neden korksa ondan amin ola. Eğer Perşembe gününün ahir vaktinde ve Cuma gününün evvel saatinde bir pandem kılışıp birinden kaşlı yüzün üzerine kaşlı yüzük pandem. حالا اینو نمیتونم بخونم، پاندم نمیشه. bir pakadem bir panandem kaşlı yüzük üzerine gazdırsa dahi bile götürse şeyatin mekründen ve veriler şerrinden amin ola, madam ki bu hatem bile dur ve eğer zikrine meşgul olsa cemi ahvalle muvafık ola. داره اون در اصل داره در اینجا اذکار عرفانی رو داره توضیح میده. ذوالجلال bu ism ma'khuzdur ismi celalden. Her kim bu ismi daim okusa ta şul haddedeken kim zikri dilden kelle sirayet ite, dilden کلونه سرایت کلا. نمیدونم این چی اینجا که بخونیم، نون بخونیم، اینو نمیدونم. کلا خلق باید این رو خوند، یعنی کتاب رو باید خوند یواش یواش با این حروفی که اینجوری نوشته شده عادت کرد بهش و فهمید که در این کتاب این حرکت قلم مثلا به این شکل به چه حرفی یا با چه صدایی مقابله میکنه، باید اون رو یاد گرفت. سرایت گلا خلق گرن نه عظیم شرین گرنه وقتی اکرام گلالر. متوجه نشدم چی هست. بریم آخرهای این کتاب. المجیب اگر bu اسم تربیه لشه itseler terbiye getir isteseler dahi zikrine meşgul olsalar duaları müstecab ola. Eğer gözsüz okusa gözlü öle. Oh wow. Ama ismi Halim'le ismi Raufi bir yere zamm edip gümüş hatem üzerine ayun evvel cem'esinde sala vaktinde lesarde dahi سراده، حالا کسراده داخی عود انبر بخور. حالا اینجاها بیشتر به دیگه چیز میخوره، به این دعاها و اینها میخوره. اینجا خط بسیار دیگه تغییر میکنه، شاید خوندنش بسیار سخت‌تر بشه. الفتاح الرزاق اگر bir altın yüzük düzeler kim vezni 4 dirhem ola cüm'e günü saladen
اول و خلق نمازدن چک چک و خلق نمازدن çık çak bu esma-i ul xatem üzerine gaza ama mezkur gendahi 7 gün مذکور نگاه کنید. حالا من دارم اینجا متوجه میشم که مثلا مذکور رو چجوری می نویسه. مثل مرده نه مثلا می نویسه. اینجا هم حالا باید برگردیم اینها رو به şekil دیگری. مذکور اتا ismi ol xatemin üzerine günde 4000 kez ugyar ve hanilere ana musahhar olalar ve uqud batinesi meftuh ola ve hakkı Teala dünya ve ahiret hürmetin ve izzetin ruzi gile ve din dünyası ma'mur ola ve her yinkim her kim vera her yere kim vera ol yerin خیری آنه گرشوگ لنه. خب خیلی اینها حرفایی که باید بهش اعتقاد اگه داشته باشی احتمالاً عمل بکنه. نمیدونم، یعنی چیزایی که متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم چی بگم. خب این صفحه آخر رو بخونیم و اینجا رو تمام بکنیم. الهادی، حالا اینجا یه چیزی از اینجا المدرک المدک یا المزک احتمالا باشه. المزک اگر bir kişi bu ismi daim okusa yahut 3 gün oruç tutsa şöyle kim ahir gün perşembe günü geçen kim cuma gecesi oldu yatsu namazın gıla ve sünneti gıla ve teravihden öle 2 teravihden evvel teravihden öl 2 rekat namaz gıla ol evvel rekatin bir Fatiha rekatte. حالا نگاه کنید دوباره اینجا رکعته bir Fatiha ve ondan bu ismi 100 kez ogiye ve dahi rükûinde ve sucudinde bu ismi ogiye ikinci rekatte hemen yine eyle ede. Ahir secdede tamam bin kez bu ismi okuya ondan aydakum ya muzillu zelil gulur fulan ağla oğli fulan diye Hakkı Teala ol kişi ana şöyle ki muti kıla kim bir nefes ansun olmaya. Wow. El-Hadi ol el-Habir el-Mukhbir ya el-Khambir. اینجا یه میم هستش، احتمال میدم که خبیر باشه، میم اینجا نیست. الخبیر اگر bu iki ismi müsemmen vakf vifki etse müsemmen vifki etse edeler bir yan altın üzerine dahi. حالا دیگه اینجاها چیزی نداره، همش مربوط به این هاست. خب در اصل این صفحه آخر این بود دیگه، باید همینو میخوندیم که به نظرم اینجا خیلی دیگه تو دل هم رفته
خب امروز با دو کتاب آشنا شدیم. کتاب اول در رابطه با علم کلام بود که از واژه‌های فلسفه استفاده کرده بود، توضیح میخواد بده، خیلی آسیب دیده کتاب. و کتاب دوم از یونس امره هستش که اشعار یونس امره رو در بخش اول آورده، در بخش دوم صفات صدگانه الله رو توضیح میده که هر صفتی چه کارکردی داره روی انسان. حالا چه که باور دارن باور ندارن این یه چیزی دیگه است. چیزی که ما اینجا مد نظرمونه این هستش، این کتاب، هر دو کتاب، یعنی هر دو بخش یک کتاب، بخشی که شعر هست بخشی که نثر، هر دو حروف دارای صدا هست. در نتیجه شما یا من وقتی این کتاب رو میخونم، این کتاب رو بر اساس صدایی میخونم که نویسنده در اون زمان میزیسته و به اون صدا حرف میزده. و جالب اینه که اشعار به خصوص خیلی خیلی انتقادی نسبت به خدا و دین و اینها. یعنی در عالم شیعه فکر کنم که اگر یه چنین حرفایی رو بزنن به کفر و ارتداد محکوم میکنن، در حالی که این در عالم سنی به خصوص در میان ترک ها خیلی جایگاه بلندی داره اشعار یونس امره. حیف یه شعر ازش نخونیم بعد تمومش بکنیم، برای تقدس هم که شده یه شعر ازش بخونیم و تمام بکنیم. من این شعر آخری رو دینون ایمانون varsa خور görmekil dervişleri. Dinin imanın varsa hor görmekil dervişleri. Cümle alem muştaqdır. Rukur muşkat durur görmeklaka dervişleri. Görmeklika dervişleri. Cümle alem muştaq durur görmeklika dervişleri. Eylenş muştaq durdur dervişlerin sohbetine. Eylenş muştaq durdur dervişlerin sohbetine. Firişteler tesbih ogur zikr ederler dervişleri. Tersaler tapya gelir taht asiller zabun olur. Tersaler tapya gelir taht asler zabun olur. Taht asler zabun olur. Tağlar taşlar secde kılır görecek dervişleri. İncidesen edeler ömrün kökün guru diler. İncidesen edeler ömrün kökün guru diler. Gözsüz olasan yideler ta belasın dervişler. Gözsüz olasan yideler ta belasın dervişleri. Yer kök eder hergah hakkı himmetleri olsun baki. Çün padişah oldu sagi asr deser dervişleri. asr deser dervişleri. حالا این شعر رو خیلی نفهمیدم برای اینکه با خیلی از کلمات اصلا آشنا نیستم، معنی ترکیشون رو نمیدونم.
Yunus eder bu eşk geldi, olmuş canım dır kıldı. Yunus aydır bu eşk geldi, olmuş canım dir kıldı. Canım diri kıldı. Sen ben demek bizden kıldılar cecez dervişleri. Kıldılar celez dervişleri. حالا اینجوری خوندم، نمیدونم که درست خوندم یا غلط خوندم. به هر حال تلاشم رو کردم که یاد بگیرم بخونم و به نظر من هم حالا اشتباهاتی دارم قاعدتاً، ولی بهتره وضعم نسبت به اوایل که شروع کردم. در 80 در برنامه 70 بسیار بهتر دیده شدم به نظر خودم. خب امیدوارم توفیق حاصل بشه که ترکی رو خوب یاد بگیریم. روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.